Hello. Hello. چی عزیز؟ امروز چی میشه؟ نه امروز دربی پرسپولیس میبره. شرط چی میبندیم ما با؟ شرط چی ببندیم؟ هر چی شما. داداش من که یه بار شام دادم، یه شام سنگین به شما. اونو که به همه دادی. به شما. سنگین همین امشب. همین امشب به شما. 6 لیگ. 5 میلیون من میبرم. 5 میلیون سر برده. 5 میلیون پرسپولیس میبره. 5 میلیون اینجا کاسب شدیم. یه شام اینجا کاسب شدیم. شما چی عزیز؟ نه کی برده کی؟ چی میخوای؟ دارم میبندم. ببین چقدر رو استقلال مطمئن. شما چی به من؟ خانم مارا. شما چی به من میدی؟ چی؟ شما چی؟ من همون شام سنگین رو من بهت میدم دیگه. حله. علی اومدی. من از چی میترسونم؟ ریشی؟ من ادامه دسته بیل هستم اینجا. بیل رو بخوام بزرگتر کنیم چی میگم مثلا سرد هوای ذره و ذره یه ذره ها. یه ذره میذارم اون فیلم تو کدومو؟ مملکت دارم و هیچی ازت نداره. حالا دیگه من اینا همش گندگوییه. مطمئنی؟ آره. مطمئنی؟ آره. چنلش حرفایی دارن میزنن اونا رو میذارن. چندش میزنن. خب دیگه همه دارن میبینن دیگه. نه یه چیز دیگه است. چی آقا چی ول پنهان کن. بذار. پنهانه، دقیقاً پنهانه. شبیه چاهه جس بگیر یه دونه حداقل. اگار ته چایی فیلم بود. دوستتون دارم. پاشید. اگه همه خوبید اوکی پاشید برید شام. بفرمایید. ما اینجوری ناکو کباب می‌کنیم بعد خودمون بهش شام می‌دیم. آرامی چطور بود؟ علی دمتون سعی می‌کنیم که لوکیشن بگیریم که هیچ خوش اومدی به بهشت خلافکارا پسرم. کیلومتر بالای شهر، جنگل و اینا هم نداره، دشته، ولی آره باز با این حال وای میسیم خاموش میکنیم تا خاموش نشه نمیریم که یه موقع خدای نکرده اتفاقی مثل جنگل مازندران نیفته. عاشقتون هم دوستتون دارم. نباشی تو دختر. برای تو نه حواسم بود که تو بری. یه چیز نکنیم این فوتبالی ها نورم خیلی کمه میدونم. داره غیب میشه خودم نور میتابونم به خودم. بتابون من از دور برم تو دوباره. پیداش کردم بیا. سلفی داری میگیری؟ داشتم استوری میگرفتم. چطور بود؟ علی حقیقت سخت نبود؟ ببین من یه قابایی الان تو این دوربینا دیدم حقیقتا تو فیلم سینمایی هم ندیدم. خیلی خفن شد. مثلا این شرایط و سخت. چند ساعت بود داشتیم لوکیشن آماده میکردیم؟ چند روز. چند روز. آره 3-4 روز حقیقتا درگیر این بودیم، ولی چون یه مشکلی که هست این قابا تکرار نمیشه، یعنی اگه اشتباه کنی ببخشید بفرمایید. من خب باید هر روز دو تا بوس ازت این قابا چون تکرار نمیشه بفهم نمیتونیم کات بدیم. چوکی
نمیتونیم تکرار بریم، باید همون یه بار بریم تو رکورد. این سخته. این سختش چی؟ طرفدار داری یا موسوی؟ کی حرف میزنی؟ آره. خسته نباشی. ولی من یه قاب از اشکان بابایی تو این نور گرفتم وایساده، اصلا عجیبه. آتیش خیلی خوشگلی بود، دم همتون گرم. I love you. ما رو دنبال کنید. خسته نباشی. شما چطور بود تصویر؟ عالی آقا عالی. سخت بود؟ سخت بود، یکی دو بار دوربین داشت میافتاد، اصلا خیلی شرایط بد بود، ولی خب یه جوری اوکیش کردیم دیگه. خسته نباشید. دمتون گرم. نور داشته باشه کارشناس فنی برنامه. به ببین کیو داریم اینجا. من گفتی دوربین بغل کرده دویدم خوردم به این. من سریعتر بعد بودی. آقا تصویری داریم. چکیم. خسته نباشید. نه. خش سخت‌تره. خش سخت‌تره. چرا؟ خش سخت‌تره دیگه. نمیدونم چرا. اینا ساده نمیدونم برای من شاید ماها که مثلا تیزری بودیم و خیلی اینا ساده تر باشه، حرکتی سری بیاری رو دست و اینا. من برام ساده بود. چالش خیلی خفنه. نه اینکه میگم ساده بود، تصویر برداریش فکر می‌کنم با توجه به اینکه 8 تا 9 تا دوربین، 3 تا گوپرو اون پایین، 4 تا گوپرو اون پایین، یه دونه 360 اون وسط. خب وقتی 13 14 تا شما قاب داری و اینا همه با هم دیگه دارن میرن یه سمتی، اوکیه. اون چالش خش 16 نفر کنار هم میشینن، یهو میبینی یکی یه چیزی میگه که توقعشو نداری. هی باید سویچ کنی، هی بچرخونی، هی ترک کنی، اینا سخته. ولی این چالش حرکتی اگر یه نفر یه جا داره یه حرکتی انجام میده، قابای واید میگیرنش. مینی که صورت اهمیت نداره، اون عمله اهمیت داره. برای همین من فکر می‌کنم ساده تره. خسته نباشید. خیلی مخلص. علی اسفندیار پشت داره. طراحی، اجرا، علی اسفندیار، همگی دمتون گرم. علیرضا اوحدی هم اونجا. آقای محمودی هم جلوی دوربینه هم پشت دوربین داره همه کار دیگه میکنه. آقای عباسی که قبول اسپانسری پروژه رو بیل دستشه الان. نه آتیشو داره همه کار میکنه دیگه. چیز میکنم بیشتر میکنم. شما داری بیشتر میکنی آتیشو. نکته دارید شما؟ نکته بیادبی دارم ولی نمیتونم بگم. خیلی. نکته بعدیم که واقعا خسته نباشید. سلامت باشید. نکته با ادبی به آقای اسفندیار ندارید؟ سلامتی خودمون. خب بیام ببینیم اینجا کیو داریم. آقای اسفندیار از برنامه پشت لنز. چطوری؟ پشت لنز بودی امروز؟ پشت لنز داشتی تصویر می‌زدی. آره. سخت بود؟ خیلی. چند روز اینجایی؟ داری درست میکنی اینجا رو؟ 2 روز زمان برد. 2 روز. ولی جدی دارم میگم، هر لحظه بعد هر چالش خدا رو شکر کنم که همه بچه سالم. خستگیمون در. آره واقعا. یعنی سالم بودن، وقتی بچه‌ها رو سالم می‌بینی میگی خدا رو 100,000 مرتبه شکر که چه اتفاقی میفته. خدا. چون 1% هر لحظه احتمال یه اتفاقی میفته. من تو داشتم تصویر می‌زدم، داشتم می‌دیدم. خسته می‌شدن، شل می‌شدن یه لحظه. خیلی بد بود. یعنی می‌دونی حالا مثلا تو بالا رو می‌دیدی آتیشو؟ آره. من بیرون داشتم نگاه می‌کردم. بعد همه منتظر بودن دونه دونه برن تو تونله، بعد همه وایساده بودن. آره خیلی سخت بود. بعد آتیش هم بیشتر می‌شد. آره. نمی‌شه نمی‌رفت. جالبش این بود، آره. استرس من بیشتر بود و آره بابایی رو داری. چطوری یا بابایی؟ خسته نباشی. دورت بگردم. قربونت برم. نکته‌ای داری با بینندگان فدات بشم. برنامه الوی جان؟ نه الوی تو اچ دی پلاس برای آقای اوحدی. بله. نداری نکته؟ دوستتون دارم. فدات بشم. عشقی. چکه. عاشقتونم. ساب برنامه‌م اومد. سلام. قربتون برم. دونه بادگیرا رو بگو، میکروفونا رو. همه رو دونه بگو. حال کردین یا نه آقای اوحدی؟ به خوبی. علی اوحدی به شدت بچه. سهل بگو اینا رو. بله بس علی اوحدی تجهیزاتی که میاد به شدت خیلی خفنه، عالی. یعنی من اصلا باورم نمیشه ما میتونیم این شکلی آره ویدیو بزنیم با 16 نفر، با خودم 17 نفر، بعد دیگه هم گفتم انقدر تعریف کنم روز پدر. آره ممنون. بعد که قربانش خیلی خوشحال شدم. بله قربونتون برم. اینم بغل. بله حتما به تشریف بعد به خدا خبر ندارم. هر کی واسه خودت یه چالش چیکار می‌کنه؟ ما رو بیچاره کرد. چطوری دیگه؟ یو کی مون؟
بابا نمیخورن به این حرفا. آقا من دارم آقا ما سر فیلم برداری سر داربی فیلم برداری داشتیم می‌کنیم هم داریم تحلیل داربی می‌کنیم اصلا چند شده؟ 0-0 بگو نه بچه‌ها فیلم برداری می‌کنن. آی نوروزیان خوبی؟ عالی. چه خبر؟ خوبی؟ قربونت برم. مخلصی. چیکار؟ سخت بود؟ نه عالی. قبول داری تصویر برداری خش سخت‌تره؟ بله. بو نباخ. عکسای استودیو میگیرن از خودشون. مرحله آخر این بچه‌ها 1 ساعت بعد از کار داریم تجهیزات جمع میکنیم. حالا گوپروات توه. گانمون ما هم توه. گان شما هم تو. باید آقای ثقفی میره تو دیگه. تشکیل رمای شما. رمای آقا باهاش داداش من دستم ببین. ندم؟ نه الان نبریم. قشنگ اینا رینیم کنید به من بدید. دیروز پدرم داره ما. آیا واحد میای لطف میکنید. من چای میدم به شما. واقعا؟ آره. میام میمونم اونجا. بیا بمون داده. بذار باشه. قربونتون برم. بذار باشه. بذار باشه. دوباره فدات بشم. قربون کی؟ سلام. حسین. سلام. بذار کار مفید بکنم. چطوری؟ بذار برای چی؟ بابا من اینقدر آدم مهمی نیستم تو رو خدا. مهم اینا تو رو خدا مراقب خودت باش. مهم اینا این استاد دوستمونه. فیل بزنه. مثل من خیلی هست بابا تو عشق من. مهمونه فرشیده که اون پایینه اون تو اونجاست. قشنگ. همش میره تو سوراخ‌ها. چه خبر؟ خوبی؟ همه چی خوب؟ چه حسی داری جدی؟ بابت 10 چی؟ مثلا یه سری همین بلا رو سر بچه پشت سر یا میکنی تو گل یا میکنی تو آتیش. قرآن شانس منه اینم. ما بودیم ما رو یک کله میکرد تو آب یخ. شیلنگ علی اسفندیار شیلنگو بیار. یخا رو بیار. توزیل لباس آتش را خرید. آره دیگه. دیگه آتیش. داداش سرد زمستونه اینا گناه داره اون تو بودی. من نسبت به تو خیلی خوبه که من انقدر بیشتر بقیه دوست دارم. من راضیم. یه برو بغلش بود. اینا به پوست پوستشون میرسه. من نمیدونم تو آب یخ پوستش ترک بخوری. اون تو بودی فرق نمی‌کرد. یعنی تو آره دیگه. هاپ با این سگ زندگی می‌کنی. عشق ولی به ماچ هم بده. آقا تیم نورپردازی ما. علی حقیقت زحمتکش تو ببین. بچه هم جلوی صحنه زحمت میکشه هم پشت صحنه زحمت میکشه. به شدت بچه گول عشق. بابا تو میای دیگه ما دیده نمیشه انقدر. کلاه اینو بابا من وسط اینا ننداز داداش همه جا اسم اینا با من کراش میاد. بذار من بیام تعادل برقرار کنم. بذار من برم اشکان دیده شه. مثلا بیا مثلا آره اشکان دیده شه. تا اون اشکان قشنگ دیده شه. دیده نمیشه آخه. بغل من قشنگ دیده میشی چون من رو به این من رو با این مریم تو رابطه‌ام وگرنه دوستتون دارم. داداش شما خیلی خفن خیلی جذاب. داره مسخره میکنه. من بغل محمد رضا عباسی به شدت دیدم. بیا محمد رضا. بیا دعوامون میشه. دورت بگم نگاه کن اینجا خوبه. بغل علی حقیقت اهمیت داشتن توی برنامه‌شون. آقا به خدا الان خوش اخلاقا. الان انقدری که خدا واسه اینا تایم گذاشتن و واسه من میذاشتن الان من اوف بابا تو گنده‌تری بکشش بده. تمام. عکسه خیلی خوابش خوشگله. همونو یه شات بگیر. همونو یه شات. وایسا عکس بگیرم. چنل شما رو بذارم داخل چنلم. ممنونم. خیلی آمار شما رو میگیرن. جدی دارم میگم. ران که ویدیو پشت صحنه رو گذاشتی ممنونم. جان پشت صحنه رو خب گذاشتی ممنونم. بابا میذارم به خدا یادم لطف 1000 تا کنید آقا، آقا دیگه ممنونم. الان کلا دیگه نمی‌کنم. اوکی اگه این شکلی مثلا من با اعتماد نفس وایسم اینجا یه جست خوب بگیرم. بگی بیا بده ارپای رقم من با این دو تا کراشا یا چیز کنم. بیا واسه اینو قطع کنم. بذار به خدا که الان همه تموم چی شد؟ تایمش تموم شد. خب پس بذار فرشید بیا. میگم همه بگه عشق. فرشید بیا. ترحم بخوام. خدا همه بگم بابا نتو قیافت جلو نور وای نست. همه رو با بگیری داره فیلم سینمایی میسازی. میسازم. سیو شما قسمت 3 میشه 6 ساعت و نیم. بگیریم. بله بگیریم 3 نفری با هم دیگه.
فیلم برم؟ اوکی بریم. من خودم مظلوم میکنم همه بگن فیلم برم. حسین بیا جلو. معلومه کی جذاب تره. من خوشگل نیستم ولی بهتون قول میدم جذاب خوبیم. بابایی تو برو بابا ول کن. سنی ازت گذشته الان رو بچت کراش بزنم. بریم. منم رو امیرعلی دقیقاً بیشتر کراش میزنم. به خدا الان خوش اخلاقا. الان که چرا همه رو امیرعلی پسر من بیشتر کراش میزنن تا ماه بس. آره ما کجا برم؟ آتیش من خاموشه برم کجا برم من؟ مگه ما از اونا خیلی مسئولیت پذیریم داداش ببرو. مسئولیت پذیر کردم داداش زادگان عزیزم اینا با خاموشه من خیالم راحت شه دودش هم دیگه نباید بره بچرخ. باید آشغالاشو باید جمع کنیم. ما اینجوری کنیم. تونل تمومه. اگه تونل تموم بریزید تو الان که دوربین روشنه خوش اخلاقا. الان دوربین رو قطع کنی میگه علی من چه غلطی داری میکنی؟ برو جمع کن دیگه. من میگم هیچ غلطی نکردی. خوب پردازی بذارید بزن. ببین خوبیه. تو نور نداره. علی میبینم. خوبیه با مدلای مرمرادای همینا. همه چی بدن نور. آره. خوبی مدل هم. اشکال فرد سرش. داشت احمد واسه ما میگه. تصویر سوخت. داداش من ای چشت بسته است. وایس یه من؟ نه ما آیا وحدی پسند چش بسته شد. 3 2 چنل یوتیوبت اگه خوب ویو خورد تلگرام حاضر می‌پردازی. نمرو چی بگیم آقا وحدی؟ آیا کارگردان نمرو تمام رو خشک بود. ممنونم. بابا چی می‌خوای؟ همین یه چیزی بالاخره در میاد اگه یکی ما داشتیم اینجوری یه تیکه دیگه شکست. بگو اشکال حسین. نداره. یکی ما داشتیم هی داره میشکنه. رفت. من دارم میرم. نه تو نرو تو بمون. نور توه؟ یه بغل به من نمیدی؟ قربونت برم همه اینا رو اوکی کردم. آقا دمتون گرم همه رو خاموش کردی. عشق من. آره. دیگه واقعا دودم نیست نگاه. خاموش خیال راحت. چه اتفاق خاصی هم نمیفته و نخواهد افتاد. میریم که بقیه کارامون انجام. با همین مشعله میکوبیدی تو آتیشاره؟ آره اونا مرد بودن عالی بودن تو میزدی تو آتیش. خیلی حال میداد. آتیش خاموش شد خیلی شاهد شد. آره خیالم راحت شد. حسین تو دودی بیا جلو. با همون من اب ندارم. حسین فرق نمیکنه داداش تا که حسین اونجا جلو نورم واسه هیچ تفاوتی من یه جا تفاوت دارم اینجوری کنم. تفاوت تو شب نه ناکن. فکر کنم واسه چی خیر نه رزو هستی. میشه. واقعا فکر کنم واسه چی خیر رزو میشه. آتش نشان. نه ببیننش. ببینم. گمم نکنه که جا نذارم منو یو. جایی میرم. من به عنوان تجهیزاتم دیگه حسین آوردین؟ بریم. آره که پشت صحنه میگیریم. صبر کن. همونجا نگهش. سفت فشار دارم آقا عرفان. این یکی رو فرشی حسین صدفی داره میره. چسب همون شد. اشکان چسب رو دادم برش کنم وای میسه. نه خیلی خوب. جونم محمودی. چی؟ برش کن. برش کنم؟ آقا عرفان ممنونم بابت زحماتتون. داداش بگو. نه داداش منم الان میام بالا. سلام. چطوری؟ خدا رو شکر. کم من برم بالا کار نداری؟ برای کمک بچه ها نمیخوای؟ بیا با هم بریم بالا. خودتون بالا ببرید میخواید برید. محمد رضا عباسی. چرا کردی؟ کی داره میباره؟
بگو من میشنم. چی میگه؟ یه باتری بده. به من گفت. اونم ببین تیریه. چون باتریامون خیلی خوشگله. اینا قابلیت شارژ مجدد دارن؟ فکر نکنم. شامیه؟ آلکالاینه آقا این باتری ها رو ببین. اینو مداد رنگی تجهیزاتون هست. خودم در بیارم. نه از اون انگار پاستیله تو جیب. آموزش ستاپ زوم رو دادیم دوستان. 4 تا باتری بلنک‌های سبز، آبی یواش و سبز لجنی. من میخوام برم بالا بدون هارنس. ممنونم. بایا بریم. ما رو مسخره می‌کنی. نه آقا غلط بکنیم. همونو گفتی. دیدی بایا بریم. باش. محمد رضا منو ببین. اینجاست از توپا، اونجا توپ نیست. آره عشقم. اونجا صدا واسه نورجان میگیری. بیا پایین. صدا برداری فقط تو عشق و نفرت پیش آقای بابایی تجربه میکنی؟ من این تست بگیرم اینو ببینید شما؟ باشه ما اشکالی توش نمیبینیم. میبینید میله رو؟ آره. خوبه؟ آقا عرفان جان ارباب نظرت چیه؟ راجبه این مدل کار استاندارد من این 2 نفر یادم رفت الان دیدم. سلام چیکارش میکردی؟ داشت حجابم رعایت کنم. میشه حجابشون رو رعایت کنی من ثبت کنم؟ ممنون میشه. سلام. وا مجرد اینجاستا. خجالت بکشی. آقا منم برای کی مجرده علی؟ حجاب میکنم. تو مجردی؟ به قرآن. باشه چه قسم میخوری؟ دارم حجابم رعایت میکنم. خجالت بکش علی آرزه. اون بچه صدایی میاد. چش. آخه چه باحال کشید. آره. من کیه؟ ببین تیم یعنی این. نفر اول باز کرد. تیم یعنی این. نفر اول باز کرد. چه قدرتی دارم. بله. خدایی میبینی. بله. لذت بخش. 10 ثانیه شد گفتی باز کردم؟ نه خدایی 10 ثانیه هم. فکر کنم 10-15 ثانیه شده بود که خانم شیری گفتش که من باز کردم. یعنی بریدم. شیری یه دونه است. واقعا شیرزنه. ماشاءالله. باریکلا. آره. آقای اوهدی جانم. دست شما هم درد. دمتون گرم خیلی خفن بودید. دست شما درد. حالا کیف داد. من سرحال شدم. واقعا یخ بود. پس دارش گوشه بگه منم یه سر برم. من یه سوال می‌کنم. خوش کد شیری چند تا؟ گفتم شیری. وای فرد جدید رو یادم. سلام خانم آتنا. خوبی؟ قربونتون برم. چطور بود؟ عالی بود. تو خیلی خسته نباشید. عادت نداری به چالش‌های آقای بابایی نه؟ متاسفم. حال میده حال نمیده؟ حال میده. دوست داری باشی همیشه؟ آره. میشه میتی؟ اینجا دعوا شده آقا. نظری ندارم. بابا تو مال من کلا از اول نصف شده. بعد که نصف شده بود دوباره اون نصف شد منم ببرم اونم نصف شد. ای داده بیداد. ولی باز خوب بود. نگهبانم دیگه. اشکال نداره. ولی عالی بودید. چی میگه علی اسفندیار؟ عالی بودی واقعا عالی بودید. من میگم شیری یه دونه. بله. 5 تا خواهر یه دونه نیست. 5 تا. دیدی تو عکس؟ 5 تا خواهر. این شیرک شیری کوچک. این یه دونه. بله. سلام. مرسی که من اصرار کردی تصویر بگیری. جدی دارم میگم من واقعا دوست داشتم که از تو بگیرم دیدم دستت بنده. خیلی اصرار کردی توی قابم بودی.
عالی هستی و اینکه جونم برات بگی که عرفان جان نمیدونم تا حالا کسی تشکر کرده این شکلی یا نه، ولی من ازت تشکر میکنم بابت تصویرهای قشنگی که میگیری. ما درس پسیم خدمت جدی میگم، من توی تدوین که میبینم قاب تو رو واقعا دوست دارم. مورد پسندم خانم حسینی. خانم حسینی داریم اینجا. ببخشید من میکروفون میخوای؟ صدام سردشه. دوست صمیمیتون؟ من این قابو بعد ازتون تشریف ببرید. خواهش می‌کنم. چرا؟ بهترین دوستتون. بهترین رفیقم، ولی با هم قریبن. بهترین رفیقشون. سری بیا. برو مراقب باش. من فکر نمی‌کنم برای بهترین دوستش انقدر تلاش من هم همچین حسی ندارم. من واسه من همچین حسی ندارم. ببخشید من آقای بابایی رو بگیرم. وسیله جمع میکنن، زحمت کش، عالی. بازم تعریف کن، داشت تعریف کرد. گفتم که من واقعا قاب تو رو دوست دارم. جدی دارم میگم بی تعارف. نه اینکه رفیقمی. بهترین صدا بردار و صداگذار ایران ما داریم. قربونت تو استوری هم یه بار اعلام کردم موقعی که خرم‌آباد. آره دیگه ببین این مدلی که هی من میگم هی تو بگو دیگه. تو واقعا بهترین تصویر برداری. من دست صدا بردار ندیدم. نامبر وان ایرانی تو. صداگذاریاتون که بس. کپتال اسمان بی‌نظیرن. جونیور سینیور. جونیور سینیور. میگه که سینیوریتا. بلا چاو نترس از عاشق شدن بیا. آها تفنگ دست نقرم را فروختم برای دلبر قبای ترمه دوختم. فرستادم برایش پس فرستاد. تفنگ دست نقرم داد یا حسین. یه شعر دیگه هم میتونم بخونم. بله. از این قاب میگه یا بفرما به سرایم یا بفرما به سرایم، غرضم وسط تو باشد چه تو آیی چه من آیم. یا حق خارج شو همینو. بذار برم بیرون. سلام قباسی. چطوری؟ مخلصم. شما چطوری؟ شما خودت خوبی؟ قربونت برم. آقا اگه استوری نذاری ما رو اد نکنی، بنویسی که یعنی شعر بخونه که رفاقت با شما دو سر سوخته، خیلی جالب میشه. واقعا آخه یه موقعی دو سر سوخته. آخه تگ میکنی آخه، چرا بقیه رو تگ نکردی؟ چرا فقط من و عرفان؟ آقا عرفان، آقا مصفی، رفاقت با ما دو سر سوخته؟ دو سر برده. پس چرا تگمون میکنن؟ شوخی دارن ماما. ماشاءالله میگی. وای چقدر خوشگله اینجا. جان. هلو. مخلصم. میخوام میکروفون جمع کنم. فکر بگیری. فقط میشه وسایل منم بدی؟ میگه بوسیدمش وقت اذان، یا رب ببخشایم مرا. آمد ز مسجد حکمین حی علی خیر العمل. یا علی. بیا تا یه بار ببین چی مونده برای ببر. چیزی اینجا عینکو این تو نذاشته بودی. تایی بار نداری این تو عینک؟ عینک اگه بوده باشم این تو خورد شده، میتونم تهشو بهت بدم. خورد آخه که شیر شده شد. دیگه بگی. من برم. دم شما گرم. مرسی. محمود اسمال و حدید. بله خانم آتنا رفتن. نه اونجا تشریف دارشون. خسته نباشی. خوبی شما اومدی گوشی آقا مهدی رو بردی، دنبال یه سری وسیله میگشتی. عینک مهدی. بله. مهدی عالی بودی. ماشاءالله. نه دیگه عینک تو بود دادم بار. بگیر حالا. من پیدا کردم تو ساک صدا و آوردم برات. اوه ساک صدا. عجب بازی بود. خیلی حالات. به منی که حتی بیرون بودم. نه دیگه من میخوام لباسم خیلی خوب بود ولی ماشاءالله. چرا لباستون تو ویدیو با نور زیباست خانم آتنا. بله. خوش آمد میگم بابت این چیزایی که داری تجربه میکنی بین ما. اینجا خونه بلاده. اینو موشاب کشیده شده. اب نداره ولی حال داد. تو الان پلیری، من پلیر نبودم. همین یه لبخند معمولی مهمونمون کرد. چی؟ واقعا عجیبه. او انعکاس آتیش رو نگاه تو چشمش. بله ای پایین رو نگاه کنی هست. آتیشم درگیر چشمای آبیشم. ولی کلا. چطوری آقا اسفندیار؟ قسمت نشد برم تو آبا. قسمت نشد بری؟ هارنسا رو جمع بکنی. دوست داشتی بری؟ آره به خدا. اینا خورده است همینجوری. آیا عباسی هم که همه جا هست. آیا عباسی به همه بدهکاره. چی؟ به همه بدهکاره. چی بدهکاره؟ همه چی.
هلو هلو منفی دوه. آقای رضا وانپور. رضا وانپور ایشون منو رضا وانپور صدا. این خیلی رضا یه لحظه اجازه بده. آها. بفهم. خب چطوری؟ سلام علیکم مخلصیم. محمد رضا عباسی. همین صحبتی نداری؟ چرا آقای عباسی؟ خانمانسوزم بابا. تو من مثل احتیاط کن. زاویه همونم قشنگ تره. عباسی رو داری؟ چه عکسی بشه. مشتی میکروفون جمع کردم براتون پشت صحنه ضبط کردم بابت اینکه علیرضا نبود. آها شما هم داشتی ضبط کردی؟ من ضبط کردم. منم براتون یه چند تا گرفتم. فدات شه. باش به همتون. آقا چرا میای وسط قاب ما؟ عزیزم بابت اینکه چالش خیلی تکون داشت اشکان رفت تا نوک اون وسط برکه برگشت. من یه دونه رکوردر بسته بودم به جرثقیل. یه تعداد دخترها رو داشتم اینور ضبط می‌کردم. مجبور بودم حرکت کنم که میکروفونو قطع. نمیتونستی یه جوری حرکت کنی که وسط قاب ما نیا؟ میتونستم دستم نرفت. نمیشه براتون تونل بکنی و سری بعد تونل باز قطع میشه دیگه فرقی نداره. فاصله مهمه. فاصله مهمه. یعنی ما بلد نیستیم دیگه. منظورتون این بود دیگه. خیر من منظورم به این بود که توی تونل بازم قطع میشه. قطع. خسته نباشی. چلی بیا بلش. آی بابایی جانم سلام. خیلی قربونتون برم. خیلی چالش خفنی بود. خیلی چالش بود. دوست داشتم باشم من ولی ذاتی داشت اینا رو داشت اینجوری می‌زدی تخت صدا میداد هی تخت 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 تخت. حالا به خودم میشه حالا اون بالا. اشتباهی که کردم این چی بود؟ من جرثقیل مارال بود. اینجوری رفته بود. مثلا میرفتم توپ رو خودم بهش میدادم. نه باشه. اونجا باز یه خورده چیز این هیجان داشت خوب بود. ولی پایینت آبه دیگه. یعنی مثلا خیالت راحت بود میافتادی هیچ چیزی نمیشه. اون ولی دخور بازی یه جا اینجوری شد که سرما رو بغل کرد. خب شب تب و لرزی. خیلی خوب. خیلی خفن بود. خسته نباشی. مرسی که باری کلا خانم حسینی. باری کلا. نفر صحبتی نداری برای پشت صحنه. زری بردی اول نفر. صحبتی نداری برای پشت صحنه. همین. خدا رو شکر اول نفر زری ببین چرا؟ همین جابجایی نداشت. همون سلام. چه استیلشی که این چالشو با حسین رفتی؟ خیلی خوب بود. کیف داد بس. صحبتم اومد. این دوتا رو اصلا اونجا دیدم. یه جا اصلا حواسم پرت شد. ما شما دوتا رو دیدیم اصلا حواسم پرت شد. باریکلا خیلی خفنی. ماشاءالله. دارم میمیرم. ندارش دور از. واقعی دارم میمیرم. نصف مغزمو قبلا از دست دادم. نصف مغزم الان آب دادم تو از دست دادم. خانم کاظمی هستم. تو رو آوردی منو نگفتی بیام. آب یک حسین رو ببر تو. کی؟ من خب بس میخوام یه چیزی بگم. شما داداش بگم. میدونی فردی سوخت؟ فردی کیه؟ فردی آخرین سلول خاکستری مغزم بود بچه‌ها. سوخت. اشکام با شما خوبی؟ چه استیلشی بریده نمیشد؟ به خدا نمیشد. دستامو ببین. اینو مادر دستامو ببین. قرمز بعد ورم کرده انگشتم. به خدا نمیشد. یعنی هر چی رو امتحان کردم نمیشد. نمیدونم مشکلم من بود، مشکل از دستم بود، مشکل از تیغ بود. والا دمت گرم زیر 5 دقیقه کارو در آوردیم ما امتیاز رو گرفتیم. دمتون گرم. خیلی خفنی. چی میترکیدی؟ آی نوروزیان جان چه استیلشی که بعد از 4 قسمت و این همه چالش آب یخ شرکت کردی؟ 5 دقیقه اونا فاصله جلو دوربین کردم برو تو آب یخ.
دوباره واسه پای صحنه مسابقه یا آبیات کنم حسین رضا آقا من گوشامو از دست دادم. برو تو تست کن. چرا گوشامو از دست دادم؟ خیلی خفن بودی. قشنگ حال چسبید. آره آب رفت. دیگه عادی شده. آب با فشار رفته. چرا؟ گوشامو واسه همین از دست دادم. چطوری همین؟ خوب بود. جای شما خالی. دوست جای من خالی. حال نداره. قربونت برم من. حال دادم چی؟ لرز کردن حقیقتا. درست میشه. ولی خفن بودید همتون. به من که کیف داد صدا رو میشیدم. جدی؟ خیلی کیف داد. یعنی همه چی خوب و عالی. درست حسابی. آتیش روشن کردم بچه‌ها. اینو نمیشه بذاریم تو ماشین؟ عالی. کیف داد. اون لحظه‌ای که افتادم تو آب همینجوری داره مرور میشه تو مغزم. خیلی باحاله. پلیری حال میده پس. عجیبه باحال. پلیری حال میده. منم بیام. آره بابا. میام. بیا دوباره هم عشق صفا می‌کنیم. میریم آقا. به خدا بگیم من. خانم هدیه. بگیم من و حسین دوتایی رنده همشون هم میزنیم. حتی با من. پشت صحنه به خدا. بگید دوباره مرد واقعی. من چی؟ من خوب نیستم. الان هر کی جسته بود ما طرفمون رو میگه. ما همه رو دوست داریم. قربونت برم من فردا چیکار داری می‌کنی؟ علی واسم یه چیزی در یه ساده اما دروخاش خاشی. الان قیافه یک مرد واقعی رو بگیر. خب گرفتی حسین؟ بله. خب مرد که دماغش این دماغش انقدر باشه. خانم هدیه صحبتی نداری؟ من نه همه چی عالی. دوست داشتی چالشو؟ خیلی چالش هیجان. من همیشه تا از این چالش‌ها رو تجربه نکردم. سخت بود ولی باحال بود. خیلی هیجانی. خانم مارال. حالتون چطوره؟ عالی. خواهش میکنم. خب یه چی دیگه من حال کردم. به نظرم داداش انتقام ما دخترا رو این کسا. پس حال کردید. دوست داشتی چالشو. چه حسیرشون بالا علی؟ حس خوب، هوای خوب، طبیعت، ویو. خوب بود همه چی. کیف داد. همتون خفن من حس بودید. کردم منو نمیخواد تنابمون ببره. نه من داشتم میدیدم تلاششو. تلاش خیلی داشت تلاش میکرد. شکست وسط. ولی دست از تلاش بر در به در دنباله. شادون باد. ببخشید. ما دوستای خوبی هستیم. جان دلم. بخور دارم خوش میشم.